نیم که ویو مانو نشان دادن کدام چیز چی رقم نشان داده کدام چیز نشان داده کدام چیز نشان داده میایم ویو رو کلیک میکنیم در ویو این 5 تا کی از بنام چی هستن ویوز میبینین چی نوشته است کتشون ویوز مجموعه ویو است ویو مانو نشان دادن این 5 تا کی هستن این به خاطر صفحه هستن که صفحه را چه قسم نشان دادن فعلا کدام یکشان کلیک هستن سکن پرینت لیاوت کلیک است میبینی رنگشان خیره است به این معنی که فعلا اینی کلیک هستن سلکت هستن پرینت لیاوت ما شما هم هر روز که کار میکردیم در کدام لیاوت کار کردیم در پرینت لیاوت کار کردیم امیال که کار میکنیم کدام لیاوت است پرینت لیاوت است در پرینت لیاوت صفحه چه قسم نشان میده میتونی سر صفحه این طرف 4 طرف صفحه کلش نشان میده که مثلا این صفحه از اینجا شروع شده این قدر مارجین داره از طرف لفت از اینجا شروع شده و این قدر مارجین داره از طرف رایت این سرش است و این قدر مارجین داره 4 طرف اطراف کلش براتون نشان میده در کدام ویو در پرینت لیاوت همیشه در پرینت لیاوت کار بسیار خوب منظم معلوم میشه که چقدر کار کردیم هر ویو که از برای خود فایده داره کار که همیشه ما میکنیم راپور رو جور میکنیم اپلیکیشن رو جور میکنیم دی بسیار خوب جور میشه به خاطر که 4 طرف صفحه برات معلوم میشه چه خ مارجینز هستن چه از طرف رایت از طرف لفت هستن کل چیزا خوب صحیح منظم معلوم میشه اینجا ما دیگه چیزا هم داریم مثلا رید ویو است رید ویو چه قسم کار میکنه رید چی مانو خواندن رید مانو خواندن باش که اینتر بزنم یک چند صفحه دیگه هم بیارم چند صفحه است تقریبا 6 صفحه است مثلا یک راپور است یا کتاب است که میخوایی که بخوانیش مثل کتاب واره بخوانی باز در ویو چی رو استفاده میکنی رید لیاوت اما تو خواندن میتونی ولی دی باز خوب مناسب منظم معلوم میشه دو صفحه با بالو مثل کتاب واره برات نشان میده یعنی یک صفحه این دیگه صفحه باز اینجا این نکست بتن داره کلیک کنی تا که دیگه دو تا صفحه رو بالا بیاره دیگه رو بیاره از این طرف است چنج کردن اینی رو چی میگه رید لیاوت یا رید مود میگه که به خاطر خواندن کتاب چیزا که هستن اگر کلیک کنی خوب منظم دو ورق مثل کتاب واره برات نشان میده خواندنش شاید آسان تر باشه و پرینت لیاوت خو اینی هستن وب لیاوت چی کار میکنه وب که از چی میگه اینترنت میگه وب اینترنت میگه لیاوت شکل میگه این تقریبا به اون شکل برات نشان میده دیگه که هستن هر چند صفحه که باشه مثل یک صفحه برات نشان میده مثلا شما شاید فیسبوک از یاد استفاده کرده باشین نه اسکرولر که هر قدر پایین میارین معلومات میای نه ولی صفحه نشان نمیده که یک صفحه است دیگه صفحه کلش یک صفحه واری هستن نه اینجا هم قسم هستن هر چند صفحه که داشته باشی کلش مثل یک صفحه واری براتون معلوم میشه و پس پرینت لیاوت کلیک میکنیم دیگه ایش که است اوتلاین هستن اوتلاین چی وقت استفاده میکنین اوتلاین باز به خاطر هدینگز و پاراگرافز و چیزا بسیار خوب استفاده میشه مثلا اگه ما هدینگز هم داشته باشیم اینجا ورد نوشته کردیم میریم مثلا ایرا هدینگ 1 میتیم از ویو اوتلاین هم میتونیم خب باش که از اینجا یک بار یک چند تا هدینگ جور کنیم مثلا اکسل است این هم هدینگ 1 داره XSS این هدینگ 1 اگر ما بیایم در ویو اوتلاین کلیک کنیم بازی چه قسم میشه سعی کنیم هدینگ بای هدینگ برات نشان میده یک هدینگ دو دیگه‌شان نداره اگر اینجا این نشان جمع را کلیک میکنی دبل کلیک سعی کنیم معلومات مربوط به هدینگ که میشه کلش چی میکنه هاید میکنه از اینجا میتونیم مثبت و منفی کلیک کنیم پس کلیک کنی یا دبل کلیک کنی سرشون پس برات نشان میده سری علامه مثبت دبل کلیک کن پس براتون نشان میده و دیگه اگر ما میخوایم مثلا اینی چی که هستن هدینگ کتینی معلوماتشان ایرا از ورد بالا بیاریم ورد پایین بیاریم یا اکسس بالا ببریم یک موضوع را بالا و پایین کنی هم میتونی از بسیار بسانی را که ما اپ و داون داریم مثلا این موضوع را کلیک کردیم بخاطر از اینجا اپش میکنیم چه که از ورد بالا شد یا مثلا اکسس از سلکتش میکنیم یا کرسر دایی میمونه میگم از ورد بالا بیار دیدین ولی اگه ما اینجا بیایم در ویو پرینت لیاوت کلیک کنیم اون مختصر میشه اول اکسل میه باز اکسس میه باز بسیار بسانی میتونی که یک موضوع را بالا و پایین ببری و اگه ما اینجا بیایم پس در لیاوت ما میتونیم که برای دیگرها هم هدینگ بتیم یا مثلا هدینگ باشه نورمال تکست بسازیم مثلا اینجا یک موضوع دیگر رو نوشته میکنیم به نام کورال میخوایم که هدینگ 1 باشه باز میایم از اینجا چی رو کلیک میکنیم لیول 1 و 2 3 یا رو ما خوانده بدیم نه
لیول 1 چی میسازیشه؟ هدینگ 1 میسازیشه. یا اینی نشانه کلیک میکنی سایکال چی رو داد برش؟ لیول 2 هدینگ 3 رو برش داد. حالی هدینگ 3 هدینگ 4 پس کم میکنی تا که هدینگ 1 برسه. یا یکی از آخری لیولش چند است؟ بادی تکست است نرمالش میسازه و اولش لیول 1 هستن. از این طریق هم میتونی که هدینگ 1 و 2 و 3 را سرش اپلای کنی. فهمیدین؟ شو لیولز اینجا میتونی که کدام لیول تنها برات نشان بده. میگم تنها لیول 1 برام نشان بده. تنها لیول 1 برام نشان بده یعنی هدینگ 1 نشان. اگر کلیک کنیم که لیول 2 رو نشان بده باز اگر هدینگ 2 داشته باشی او را برات نشان میده. و اگر آل لیولز کلیک کنی باز کلش برات نشان میده. شو فرمت شو تکست فارمتینگ فرمت تکست نشان بده یا نه تا دیزاین خطا نه اگر دیزاین چیزا داشته باشی تیکمار باشه نشان میده اگر نه کلش یک قسم نشان میده. شو فرست لاین تمام لاین های اولایش نشان میده دیگه‌اش نشان نمیده. اینا میگه اوتلاین. اوتلاین زیاتری به خاطر هدینگز دادن و هدینگ یکش بالا و پایین میبری بسانی بسیار خوب دی بسانی هم منظم ترتیب میشه. اینا میگه اوتلاین. فهمیدین اینا؟ دیگه ایش از درافت هم تقریبا رید مودواری هستن که درافت کلیک کنی در یک صفحه یا در پرینت اوت واری برات نشان میده. درافت به خاطر چی هستن که مثلا یک رئیس برات میگه که پلانر رافوره نوشته کو باز بیار مجبورش میکنن اون موضوعات عمومی چیزایش تو نوشته کو دیگه ایش باز بیار باز مجبور میکنن. یا برات میگه مثلا یک ایمیل بر فلانه درافت کو. درافت به این معنی که تو جورش کو باز بیار بر ما میبینیم اگر کدام مشکل داشت تو رو حل میکنیم. مثلا یک فایل یک راپور برات میگه فلانه راپور بر ما درافت کو. یعنی چی معنی؟ یعنی تو اول جورش کو باز بر ما بیار که ما ببینیم که کدام چیزایش کم است کدام چیزای زیاد است رو باز مجبور کنم. این چی میگه؟ درافت میگه. مثلا رئیس نورالله برات میگه که راپور 2016 را یک درافت جور کن. یعنی تو باید چی کار کنی؟ امور جور کنی بعد از او بر از او ببری تا که او چک کنه که کدام چیزا کم است اضافه است او را بازو جور کنه. فقط این درافت میگه. این درافت لیاوت میگه که مثل امور کلش در یک صفحه برات نشان بده تا که خوانده بتونی. اینجا پیج بریک هم داره. پیج بریک چی معنی که این طرف یک صفحه است این طرف دیگه صفحه است. این را باز درافت میگه. خب وقتی که کار میکردین جور میکردین همیشه از کدام یکش استفاده کنین؟ از پرینت لیاوت. وقتی که دیزاین میکردیم جور میکردیم به خاطر که ایده صفحه خوب منظم معلوم میشه مارجینز خوب صحیح منظم معلوم میشه کل چیزا منظم معلوم میشه. بعد از اون شو است. شو چی معنی؟ نشان دادن. رولرز نشان بده یا نه کلیک کنی نشان میده کلیک نکنی نشان نمیده. گرید لاینز لاینا گراف نشان بده یا نه پس کنی پس میشه. نویگیشن پین که کلیک کنی اینی طرف نویگیشن پین واز میشه. این چی میگه؟ نویگیشن پین. دایی اگه پیجز کلیک باشه اینجا پیجا رو نشان میده. چند پیج ما داریم؟ 6. اگه ما 6 کلیک کنم اینجا 6م میاد. 5م کلیک کنم 5م میاد. از اینجا که هر صفحه کلیک کنی اینجا اون صفحه برات میاد. اگه هدینگز کلیک کنی باز چی رو برات نشان میده؟ هدینگ ها رو برات نشان میده. هر هدینگ کلیک کنی مثلا کورال را رو کلیک میکنم راسن امور میاره. ورد کلیک میکنم اکسس کلیک میکنم. فهمیدین؟ اینا نویگیشن پین میگه. پسش کنی گم میشه. بعد از این زوم هستن. زوم خب ما اینجا هم خوانده بودیم. اینجا هم هستن که زوم کلیک کنی چند فیصد ما میگم نشان بده؟ 200. نورمال چند فیصد است؟ که پرینت میشه همیشه چند فیصد پرینت میشه؟ 100%. اگر 200 کلیک کنی اون کلان برات نشان میده. و اگر 75 اینجا خودت نشته کردم میتونی که چند فیصد باید باشه. و اگر پیج بیت کلیک کنی در پیج بیت چی میشه؟ چپ و راست پیج چپ شه و رایت شه برات نشان میده. یعنی با حساب ویندو برات نشان میده. میبینی؟ و اگر دی رولر کلیک کنی یا تکست بیت کلیک کنی این باز با حساب خط کش از اینی خط تا اینی خط اندازه برات نشان میده. مثل حالی که کنجای صفحه معلوم میشه باز اونجا خط نشان میده. اسکرولر ای طرف کنیم میبینی؟ از این سر تا اینی سر تنها چی رو برات نشان میده؟ خط برات نشان میده. و اگر هول پیج کلیک کنید چی معنی؟ که کل صفحه رو نشان میده. باز کل صفحه رو برات نشان میده. میبینیم یک صفحه رو در یک وقت هر 4 کنج جدید میتونیم. و اگر دی مین پیجز کلیک کنین باز هر چند صفحه که تقریبا تا 35 صفحه برات نشان میده. چند صفحه داریم فعلا؟ 6 و کلش دیده میتونی. خود نرمال چند فیصد است؟ 100. وقتی که پرینت میشه همیشه چند فیصد پرینت میشه؟ 100%. یا هم زوم هستن. مثلا وان پیج کلیک میکنی یک پیج پورا برات نشان میده. مالتیپل پیجز 2 پیج. پیج ویت مثل پیشتر که بود به اندازه است. و نرمالش 100% هستن.
فهمیدین تا اینجا؟ بعد از اون نیو ویندو چی کار میکنه؟ ویندو چی است؟ ویندو رو در ویندوز خوانده بودیم نه؟ این اسکرین چی میگه؟ یعنی ویندو هستن. اگر ما میخوایم که از یک ویندو دیگه هم داشته باشیم باز می چی رو کلیک میکنی؟ نیو ویندو. حالا یک فایل در چند جای برات نشون میده؟ در دو جای. اگر اینو مینیمایز کنی معلوم میشه چند دانه هستن؟ 2 دانه هستن. اینا میگن نیو ویندو. اگر میخوای هر دویش در یک وقت ببینی باز ارنج آل کلیک کن هم برات نشون میده. ارنج آل باش که مینیمایز کنی دیگهش هم مگزیمایز. حالا برش میگه که ارنج کلش برام نشون میده. چند ویندو هستن؟ 2. هر دویش برات نشون میده. اگر فایل دیگه هم که شواز بشه بو هم برات نشون میده. مثلا یک فایل دیگه رو باز میکنیم. مینی فایل رو باز کنیم. چک. حالا چند دانه رو برات نشون میده در یک وقت؟ 3 دانه. اگر ارنج آل کلیک کنی نه 3 دانه برات در یک وقت نشون میده. این ارنج میگه. یعنی که هر چند داکومنت واز است کلش برام یک وقت نشون میده. باز کلش در یک وقت نشون میده. این ارنج آل میگه. بعد از اون سپلیت باز چی کار میکنه؟ سپلیت باز قسمی هستن مثلا ما در اینجا یک چند تا موضوع داریم یا این معنا داریم که یک شخص مثلا احمد دیگهش اینجا فاصله میتونم محمود یا فیصل خان ولی جاوید یک چند عنوان هستن یک چند چیزا هستن. ما میخوایم درباره احمد با این معلومات نوشته کنیم. بعد از او باز از کی نوشته کنیم؟ مثلا باز از زیره. حالا رفتم پایین نوشته میکنیم از احمد. معلومات احمد نوشته کردیم. باز از احمد کی بود؟ حالا باید بری یک بار بالا ببینی نه؟ که کی بود؟ باز بری نوشته کنی. باز بیای که دیگه بعد از او کی است؟ باز بری نوشته کنی نه؟ باز هر دفعه بالا بری پایین بری. از خاطر ما چی رو استفاده میکنیم؟ سپلیت کلیک کو سک اینجا یک علامه پیدا میشه که 2 تقسیم بر میکنه. این ما بالا و پایین هم میتونیم مثلا اینی رو میاریم اینجا. حالا در پایین که در هر صفحه میری او رو برات نشون میده. معلوم میشه نه پس اگه بالا میری اون یک صفحه است خو اینی جایش بخی بر جدا نشون میده. که حالا اگه ما پایین برم مثلا درباره احمد نوشته میکنم اون نوشته کردیم بعد از او کی است برای ما معلوم میشه که کی است. بعد از او کی است برای معلوم میشه. اگه میخوای که یک حصه که اگه پایین میری بالا میری او برات همیشه معلوم شوه باز از چی استفاده میکنی؟ از سپلیت. و اگه دیلیت میکردی باز ریموو سپلیت. ریمووش کو پس دیلیت میشه. فهمیدین؟ اگه میخواین در داکومنت یک حصه برات معلوم باشه یعنی که اگه بالا میری پایین میری اون حصه برات معلوم شوه هیچ گم نشوه باز سپلیت. فقط سپلیت کو این 2 تقسیم میشه. بازی را که در حصه بالا پایین میتونی در هر جایی که ماندی اون حصه را باز در فایل که در هر منطقه میره و برات نشون میده. این سپلیت میگه. و اگر دیلیت میگه پس ریموو سپلیت کو یا اینی را هم تو خواهیم بگی پایین بیارش دیلیت میشه. این را سپلیت میگه. فهمیدین ایرم؟ یا شبان این برای صبح دیگه